نامه‌ای به آینده. یک کودک افغان حدود 10 ساله کنار پنجره کوچک خانش نشسته و با نور کمرنگ شمنامه می‌نویسد. سلام به تو، افغانستان آینده. نمیدانم وقتی این نامه را می‌خوانی دنیایت چطور است، اما من از امروزی برایت می‌نویسم که خیابان‌ها پر از گرد و غبار است. بچه‌ها نمی‌توانند آزادانه بازی کنند و خیلی‌ها مدرسه نمی‌روند. شبها صدای بمب‌ها می‌آید، اما من خواب صلح می‌بینم. کودک را می‌بینیم که در خیابان‌های کابل قدم می‌زند، کودکان دیگر را که دست فروشی. امیدوارم تو افغانستان عزیز روزی آرام باشی. امیدوارم که دختران و پسران در کنار هم درس بخوانند، شهرهایت پر از درخت و نور باشد و هیچ کودکی دیگر از ترس نخوابد. کودک لبخند میزند، نامه را در یک بطری شیشه‌ای میگذارد و زیر درخت کوچکی دفن میکند. چندین سال بعد همان مکان، اما حالا سبز و آباد. یک کودک دیگر، شاید نوه همان کودک، در حال بازی است که بطری را پیدا میکند. نامه را باز میکند و میخواند. کودک جدید با لبخند و امید موفق شدیم.